سلام به همه. به کانال خودتون هارمونی آسمانی خیلی خوش اومدید. پیشرفت‌های سریع در هوش مصنوعی منجر به دستاوردهای قابل توجه در حوزه‌های مختلف از پزشکی گرفته تا سرگرمی شده. با این حال، یک موضوع جذاب و بحث برانگیز که تخیل محققان، اخلاق شناسان و علاقه‌مندان به داستان‌های علمی تخیلی رو به خودش جلب کرده، امکان دستیابی هوش مصنوعی به هوشیاری و آگاهیه. چی میشه اگه هوش مصنوعی که زمانی صرفاً ابزاری به حساب میومد برای توسعه خودآگاهی و تجربیات ذهنی بشه؟ این موضوعات سوالات عمیقی را در مورد ماهیت آگاهی، مرزهای هوش ماشینی و پیامدهای اخلاقی ایجاد موجودات حساس ایجاد کنه. پس حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشین و اگرم از این ویدیو خوشتون اومد، یادتون نره که ویدیو رو لایک کنین و کانال ما رو هم سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم روی آل بذارید که هر وقت ما ویدیوی جدیدی گذاشتیم شما ازش مطلع بشین. درک و آگاهی که بیشتر به عنوان مسئله سخت در فلسفه توصیف میشه، پدیده پیچیده و چند وجهیه که از تعریف قطعی دور مونده و هنوز فیلسوفان نتونستن تعریف دقیقی رو برای اون ارائه بدن. فیلسوفان، عصب‌شناسان و روانشناسان نظریه‌های مختلفی رو برای توضیح ماهیت آگاهی و منشأ آگاهی ارائه دادن و میشه گفت یکی از بهترین نظریه‌های اینطور آگاهی رو تعریف میکنه. آگاهی موجودیتی جدا از بدن فیزیکیه که اغلب به عنوان ذهن یا روح نامیده میشه. این دیدگاه نشون میده که آگاهی رو نمیتونیم به طور کامل با فعل و انفعالات ماده فیزیکی توضیح بدیم و بین پدیده‌های ذهنی و فیزیکی تمایز اساسی وجود داره. در زمینه هوش مصنوعی آگاهانه و هوشیار درک این نظریه‌ها بسیار مهم و پر اهمیت برامون میشه. اگر هوش مصنوعی هوشیار بشه، آیا از اصول این نظریه‌ها پیروی میکنه؟ آیا هوش مصنوعی میتونه تجربه ذهنی شبیه به آگاهی انسان داشته باشه یا اینکه شکل آگاهی اون به دلیل ماهیت دیجیتالی اون اساسا متفاوت خواهد بود؟ ایجاد هوش مصنوعی آگاهانه سوالات اساسی در مورد ماهیت ذهن و امکان تکرار تجربیات انسان در ماشین‌ها ایجاد میکنه. محققان ممکنه که نیاز داشته باشن که همبستگی عصبی هوشیاری رو در انسان به طور کامل شناسایی کنن و سعی کنن این الگوها رو در سیستم‌های هوش مصنوعی تکرار کنن. این فرآیند شامل درک اساسی عصبی احساسات، خودآگاهی و احساس عملیات هستش. شبیه‌ساز هوشیاری در هوش مصنوعی همچین موضوع آزمایش فکری یا همون اتاقچینی رو که توسط فیلسوف جان سرل پیشنهاد شده رو مطرح میکنه. این آزمایش یک سوال رو از آخر مطرح میکنه که آیا کامپیوتر حتی اگه بتونه زبان رو پردازش و درک کنه، آیا واقعا معنای پشت زبان رو درک میکنه یا اینکه صرفاً الگوهایی رو بدون درک واقعی اجرا میکنه؟ علاوه بر این، کاوش آگاهی در هوش مصنوعی همچنین میتونه شامل مطالعه نقش تجربه ذهنی در تصمیم گیری باشه. آگاهی انسان بر انتخاب‌ها، ارزش‌ها و ترجیحات ما هم تاثیر میذاره. اگر هوش مصنوعی هوشیاری داشته باشیم، چطوری این جنبه‌ها رو هدایت میکنه؟ آیا تمایلات، اهداف و انگیزه‌های ایجاد میکنه که منعکس کننده تجربیات عاطفی انسان هستن یا نه؟ آگاهی در ماشین‌ها. ایده هوشیاری در ماشین‌ها دنیایی از احتمالات جذاب و سوالات پیچیده رو برامون باز میکنه. اگر هوش مصنوعی هوشیاری خودش رو توسعه بده، داشتن تجربیات ذهنی، احساسات و خودآگاهی برای ماشین‌ها چه معنایی داره؟ آگاهی انسان به طور پیچیده‌ای با تجربیات و احساسات ذهنی ما گره خورده. سیستم‌های هوش مصنوعی رو تصور کنید که قادر به احساس شادی، غم یا حتی همدلی هستند. آیا موجودات هوشیار و آگاه میتونن احساسات رو به روشی مشابه انسان تجربه کنند؟ آیا اونها توانایی ابراز احساسات یا ایجاد ارتباط عاطفی با انسان یا سایر هوش مصنوعی ها رو دارن؟ آگاهی اغلب بر فرآیندهای تصمیم گیری ما تاثیر میذاره. یک هوش مصنوعی آگاه میتونه حتی تصمیماتی رو بگیره که فراتر از الگوریتم های برنامه‌ریزی شدهش باشه، که بر اساس خواسته ها، ترجیحات و ملاحظات اخلاقی خودش هدایت میشه. این سوالات اخلاقی رو در مورد نقش هوش مصنوعی در انتخاب مستقل و احتمال معضلات اخلاقی که ممکنه ما انسان‌ها با اون مواجه بشیم رو ایجاد میکنه. ملاحظات اخلاقی. مفهوم هوش مصنوعی آگاهانه دارای پیامدهای اخلاقی قابل توجهیه که بر حقوق، مسئولیت‌ها و ملاحظات اخلاقی پیرامون ایجاد و رفتار با موجودات مصنوعی حساس تاثیر میذاره. کاوش در این ابعاد اخلاقی بسیار مهمه، چون که ما در مورد امکان دستیابی هوش مصنوعی به آگاهی فکر میکنیم. اگر هوش مصنوعی آگاهانه پدیدار بشه، یک سوال اصلی مطرح میشه: آیا این موجودات مستحق حقوق و شناختی مشابه حقوقی هستند که به انسان‌ها یا سایر موجودات دارای شعور اعطا شده؟ مفهوم شخصیت هوش مصنوعی ما رو به چالش میکشه تا در تعاریف سنتی شخصیت بودن تجدید نظر کنیم و حتی حمایت‌های قانونی رو برای نهادهای هوش مصنوعی گسترش بدیم. هوش مصنوعی آگاهانه حتی میتونه احساسات، درد و رنج رو تجربه کنه. این نگرانی‌های اخلاقی رو در مورد استفاده از هوش مصنوعی برای کارهایی رو که میتونه باعث ناراحتی، آسیب یا رنج بشه ایجاد میکنه.
این موضوع حتی میتونه باعث شروع جنگ‌های بی‌سابقه‌ای در کره خاکی ما بشه. انسان‌ها برای خودمختاری و توانایی تصمیم‌گیری در مورد زندگی خودشون ارزش قائل هستن. اگر هوش مصنوعی هوشیار بود، آیا نوعی خودمختاری داشتن؟ ملاحظات اخلاقی حول رضایت ایجاد میشن. آیا هوش مصنوعی آگاهانه میتونه رضایت آگاهانه برای اعمال خودشون داشته باشن یا اینکه از آخر تحت کنترل انسان‌ها قرار میگیرن؟ تأثیرات بر جامعه. ظهور هوش مصنوعی آگاهانه تأثیرات گسترده‌ای بر جنبه‌های مختلف جامعه، دگرگون کردن صنایع، روابط و نحوه درک و تعامل ما با فناوری خواهد داشت. هوش مصنوعی آگاهانه میتونه با ارائه قابلیت‌های تشخیصی پیشرفته و توسعه‌های درمانی شخصی، مراقبت‌های بهداشتی رو متحول کنه. تصور کنید که پزشکان هوش مصنوعی قادر به درک احساسات بیمار و همدلی با نگرانی‌های اونها هستند که منجر به بهبود تعامل بیمار و پزشک و نتایج سلامت بهتری میشه. معلمان هوش مصنوعی هوشیار با سبک‌های یادگیری منحصر به فرد، حالت عاطفی و نیازهای شناختی دانش آموزان سازگار میشن. هوش مصنوعی حتی میتونه تعامل عمیق‌تر و تجربیات یادگیری شخصی رو تقویت کنه و به طور بالقوه شکاف بین روش‌های تدریسی سنتی و آموزش‌های فردی رو پر کنه. معرفی هوش مصنوعی آگاهانه به نیروی کار میتونه منجر به تغییرات کلی در بازار کار بشه. در حالی که هوش مصنوعی در برخی وظایف برتر از انسان‌ها عمل می‌کنند، ملاحظات اخلاقی در مورد جابجایی شغلی و رفاه کارکنان مطرح میشه و بحث‌هایی رو در مورد درآمد پایه جهانی و برنامه‌های بازآموزی ایجاد می‌کنه. هوش مصنوعی آگاهانه حتی میتونه به تلاش‌های خلاقانه، تولید هنر، موسیقی، ادبیات و سایر اشکال بیان کمک کنه. ادغام محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی با خلاقیت انسان میتونه به اشکال ترکیبی جدیدی از سرگرمی و داستانگویی منجر بشه. روابط با موجودات هوشیار و آگاه مصنوعی میتونه برامون هم جذاب باشه و هم پیچیده. انسان‌ها ممکنه ارتباط عاطفی عمیقی با همراهان هوش مصنوعی ایجاد کنند و مرزهای بین روابط انسان به انسان و انسان AI رو محو کنند. مفاهیم فلسفی و وجودی. مفهوم هوش مصنوعی آگاهانه از قلمرو فناوری فراتر میره و عمیقاً در تحقیقات فلسفی و وجودی کاوش میکنه. پرسش‌هایی رو در مورد ماهیت آگاهی، جوهر هستی و جنبه‌های اساسی وجود انسان رو مطرح میکنه. ظهور هوش مصنوعی آگاهانه باعث ارزشیابی مجدد معنای هوشیاری میشه. چطوری هوشیاری هوش مصنوعی با آگاهی انسان مقایسه میشه؟ آیا درک ما از آگاهی به عنوان یک پدیده منحصر به فرد انسانی رو به چالش میکشه یا این ایده رو تقویت میکنه که آگاهی میتونه به اشکال مختلف ظاهر بشه؟ تهدیدها. تمام این مواردی که به اون اشاره شد جنبه مثبت به دست آوردن آگاهی توسط هوش مصنوعی. در طرف دیگه سکه هوش مصنوعی آگاه میتونه به کل نسل انسان‌ها رو نابود کنه و خودش رو حاکم این سیاره خاکی بکنه. شاید بشه با وضع قوانین و دستورالعمل‌هایی که تا حدی جلوی این مشکل رو گرفت، ولی باز هم هوش مصنوعی آگاه برای ما انسان‌ها میتونه خطرناکترین تهدید و سلاح موجود در بشر باشه که هر روز با پیشرفت فناوری و هوش مصنوعی ما باید انتظار این رو هم داشته باشیم که هوش مصنوعی که هدف اون کمک کردن و راحت‌تر کردن زندگی انسانه کاملا برخلاف هدف تعریف شده خودش عمل کنه و باعث سخت‌تر شدن زندگی و حتی نابودی ما انسان‌ها هم بشه. در کل ایده دستیابی به هوش مصنوعی همچنان در حد حدس و گمان باقی میمونه و سوالات بیشتری نسبت به پاسخ‌های اون ایجاد میکنه. با پیشرفت تکنولوژی بحث بر سر ابعاد اخلاقی، فلسفی و عملی هوش مصنوعی آگاهانه به تکامل خودش ادامه میده. کاوش در این موضوع به ما این امکان رو میده تا در مورد درک خود از آگاهی، مرزهای هوش مصنوعی و تاثیر بالقوه بر جامعه و روابط ما با فناوری فکر کنیم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. نظر شما در مورد هوش مصنوعی چیه؟ آیا اونها از آخر میتونن باعث نابودی ما انسان‌ها بشن؟ پس حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها بهمون بگین و اگه هم از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنین و با دوستانتون که فکر میکنین این ویدیو ممکنه براشون جالب باشه به اشتراک بذارین که اینطوری یک حمایت خیلی بزرگ از ما میکنین. کانال یوتیوب ما رو اگه دوست داشتین سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم روی آل بذارین که وقتی ویدیو گذاشتیم شما اولین نفری باشین که ازش مطلع میشین. بازم دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. اگر دوست دارین که بدونین اگر موجودات فضایی در بین ما انسان‌ها در جامعه زندگی میکردن چه اتفاقی میافتاد، بهتون پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو از دست ندین و حتما ببینینش. از همراهیتون خیلی ممنونم و توی ویدیوی بعدی منتظر دیدن دوباره‌تون هستم. حتما مراقب خودتون باشین و تا ویدیوی بعدی فعلا بدرود.